کاهش 60% کارمزد انتقال تتر بر بستر ترون یا همون استاندارد TRC20. ابتدا وارد ولت ترون لینک میشیم و الان میخوایم یک مقدار تتر رو منتقل کنیم. تتر رو انتخاب میکنیم و سند رو میزنیم. توی آدرس مقصد من یک آدرس که از قبل دارم رو انتخاب میکنم. نکست رو میزنم. به عنوان مثال عدد 102 رو وارد میکنم و سند رو میزنم. همونطور که مشاهده میکنید این تراکنش مقدار 13 عدد رمزارز ترون کارمزدشه. زمانی که وارد جزئیات تراکنش میشید میبینید که 130,000 تا انرژی این تراکنش مصرف میکنه. من بک رو میزنم و در قسمت ادرس یک آدرس دیگر رو وارد میکنم. نکست رو میزنم و یک مقدار دیگر رو وارد میکنم. به عنوان مثال 101. سند رو میزنم. مشاهده میکنید که ما در اینجا مقدار کارمزدمون 6.4 است. این مقدار به این دلیل که آدرس مقصد دومی رو که من وارد کردم توی موجودیش یک مقدار تتر داره و چون تتر داره مقدار 65,000 انرژی مصرف میکنه. ولی اگر مثل آدرس اول آدرس مقصد شما تتر نداشته باشه مقدار کارمزد انتقالی شما بدون وابستگی به اماونتی که شما منتقل میکنید بر عدد 130,000 افزایش پیدا میکنه. همونطور که میبینید کارمزد انتقالی تو این تراکنش مقدار 6.42 ترون هستش که 65,000 انرژی مصرف میکنه. حالا برمیگردم به عقب و برای اینکه بتونم کارمزد تراکنش رو کم کنم وارد صفحه اصلی ولتم میشم. همونطور که میبینید مقدار انرژی من 0 هستش. وارد سایت ترونلند به نشانی tronland.io میشم و آدرس فلش رنت ترونلند رو کپی میکنم. همونطور که مشاهده میکنید این آدرس با 8 کاراکتر W به انتها ختم میشه. مجدد وارد ولت ترون لینک میشم و TRX رو انتخاب میکنم. من به دلیل اینکه الان میخوام ترانسفر دومی رو انجام بدم که 65,000 انرژی مصرف میکنه نیازه که 3 عدد ترون با آدرس فلش رنتال ترونلند واریز کنم. سند رو میزنم. آدرس فلش رنتال ترونلند رو وارد میکنم. نکست رو میزنم. عدد 3 رو وارد میکنم. سند رو میزنم و در نهایت کانفرم. در اینجا من پسورد ولتم رو وارد میکنم. کانفرم رو میزنم و منتظر میمونم تا تراکنشم برادکست بشه. دان رو میزنم و زمانی که ولتم رو رفرش میکنم مشاهده میکنید که 65,000 انرژی ولت من الان موجودی داره. ترونلند کاری که برای شما انجام میده اینه که با واریز ترون با آدرس فلش رنتال ترونلند مقدار 65,000 انرژی برایشون فرستاده میشه. من الان مجدد تتر رو انتخاب میکنم. سند رو میزنم. آدرسی که در مرحله دوم میخواستم بهش وارد کنم و 65,000 انرژی میخواست رو سلکت میکنم. نکست رو میزنم. مقدارم که فرقی نمیکنه. من در مرحله قبل 102 تتر رو انتخاب کرده بودم. الان 60 تتر رو انتخاب میکنم. سند رو میزنم و همونطور که مشاهده میکنید در قسمت ویو توتال کانسپشن مقدار انرژی مصرفی من همچنان 65,000 قبلیه بدون اینکه فرقی کرده باشه. ولی مقدار ترونی که از من برن میشه به مقدار 3 کاهش پیدا میکنه که این مقدار به خاطر پهنای باند هستش. و چون 64 انرژی رو من دارم دیگه کارمزدی از من کسر نمیشه. اوکی رو میزنم. همونطور که مشاهده میکنید کارمزد من به 3 به جای 6.3 کاهش پیدا کرده. کانفرم رو میزنم. رمز ولتم رو میزنم و تراکنشم توی شبکه انجام میشه. ما در اینجا 60 عدد رمزارز تتر رو فرستادیم و دیسورس کانسیومد ما عدد 64,000 هستش. و مقدار فی که ما پرداخت کردیم عدد 0.345 هستش که من اگر کلیک کنم میبینید که این مقدار ترون برای هزینه پهنای باند برن شده و برای تهیه انرژی هیچ گونه هزینه اضافی انجام ندادیم و از کارمزد 6 ترون انتقال تتر صرفه‌جویی کردیم. نکته‌ای که حائز اهمیت هستش اینه که من اگر می‌خواستم به ولت اولم تتر منتقل کنم که نیازمند 131,000 انرژی بود باید 6 ترون یعنی 2 برابر حالت قبلی واریز می‌کردم تا بتونم از ترونلند مقدار 131,000 انرژی رو به جای 65,000 انرژی دریافت کنم. همچنین شما کاربران ترونلند میتونید برای سهولت استفاده از این سرویس وارد این قسمت از ولتتون بشید. قسمت ادرس بوک، اد ادرس و در نهایت از این قسمت ترونلند رو وارد میکنم و آدرسی که باید بهش واریز کنم رو وارد میکنم و به عنوان دیسکریپشن میتونید یک فیلد اختیاری رو در اینجا قرار بدید. من در نهایت سیو رو میزنم و میبینید که این آدرس در ادرس بوک من سیو شده. زمانی که من میخوام ترون رو منتقل کنم سند رو میزنم و میتونم از قسمت ادرس بوک آدرس ترونلند رو انتخاب کنم. و اگر آدرس مقصد شما تتر داره مقدار 3 عدد ترون و اگر تتر نداره مقدار 6 عدد ترون واریز و انرژی مورد نیاز برای انجام اون تراکنش رو دریافت کنم و اینطوری توی کارمزد تراکنش هم مقدار 60% صرفه‌جویی کنم. با تشکر از همراهی شما.